یک روز پیش 14 اپریل در اینجا جسد اسرافیل عظیمزاده از سرباز قشون‌های سرحدی را به خاک سپاریدند. این تگموی کاسونش کندگی همیون بگن که بازش کردگی کتکونم تاری پوگی سیاد طرفاش کداگی تانو هم ازاردوم شتا خدی زدگی باید کاگی بشرا بازش کردگی. من خودم میدونم که تیر قفاز دیگه نه که مرا وقتی آوردن دیگه که گفتن کاغذ دادن که دیگه اومده زن به مقصد هرچی بگم و خوک کندیم بچه تا دویم برو برآوردیم شد تا مقصد شد دامی ویدیو برآمد کده ایخی کده من مجبور شدم که دامی ویدیو کو برآمد کنم. بچه پشت سرش رو خوره بستم نمی راستش سرتم تاچ کرد یا تر زردم گرفت اگه من دوتا دیگرش لگه من در کامera کدم همش سیوم که کدم تلفونم در سیوم که کدم من گفتم من یورا باید که نشون تیم بچه من خیلی کدن ساعت بچه منو میبرم به کسل به هیچی بچه منو میبرم به کسل به هیچی. آیا شما میدانید که شماره سربازان در ارتش تاجیکستان تقریباً به 50,000 نفر میرسد؟ اما از این 50,000 سرباز چند نفرشان واقعاً آماده‌اند که جان خود را برای وطن خود فدا کنند؟ اگر وضعیت ارتش همین گونه باشد که ما امروزها در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، پس چگونه میتوان انتظار شد که سربازان در مقابل دشمن ایستاده برای حمایت وطنشان جان خود را دریغ ندارند؟ امروز ما درباره ارتش تاجیکستان صحبت میکنیم. ما بررسی میکنیم که دولت ارتش را چگونه پر میکند، با مجبور کنی یا با خواهش خود جوانان. غیر از این ما درباره مشکلاتی که جوانان در خدمت دچار میشوند از جمله مسئله دیدوشین صحبت خواهیم کرد. در آخر ما تحلیل خواهیم کرد که آیا چنین طرز خدمت در تاجیکستان میتواند سربازان را واقعا به آن وادار سازد که برای حمایت وطنشان آماده باشند تا جان خود را فدا کنند. پس با ما باشید.